مثل اینکه تو هم از اون دست نفراتی که دوست داری گوسفندات اینطوری RGB کنی بر این رنگ خیلی زیبا تبدیلش کنی. اما جوری که مثلا اینطوری هست وقتی از پشماشون بخوای استفاده کنی رنگی نیستن و فقط همون رنگه که همون اولین بار رنگ بوده. مثلا وسایل مورد نیازش یه دونه انویل، نیم تگ و یه دونه هر چیز یه دونه گوسفند که هر رنگی میخواد باشه انویلو میذاری نیم تگو میذاری داخلش و این کدیو که الان بهتون میگم و باید برسید. ببینید باید حتما این باشه. خب نیم تگو میارید و روشون میذارید. میبینید که الان گوسفند شما بایسته طول گوسفند الان میبینید که کاملا زیبا و خوشگل. و الان نگاه کنید اینجا تنها بدی که دارم وقتی که اینطوری میکنید اما پشم سفید داره اما هنوز همچنان داره RGB میشه. تا این ویدیو دیگه فعلا خدافظ.